بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. سلام علیکم بنده های خوب خدا، هم نفسای یاد خدا. الهی که خوب باشین، شب شما به خیر. از شما دعوت میکنم که توجه بکنید به برنامه خودتون، یاد خدا و آنچه که در اون رخ میده تا پایان انشاءالله. بفرمایید. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. سلام علیکم و رحمت الله. آجای کفیل عزیز، خیر مقدم. سلام علیکم و رحمت الله و سلام خدمت همه بینندگان عزیز و بزرگوار. مردم مخصوصا اون دسته‌ای که شنبه های یاد خدا رو دنبال میکنن مترصد این هستن که ما به ادامه فرازهای دعای 14 صحیفه سجادیه بپردازیم. اگه صلاح میدونین ما سراپا گوشیم و استفاده. سلامت باشید. امام علیه السلام از خداوند متعال درخواست میکنند و اعدنی علیه عدوی حاضره. خدایا یک کیفر آماده ای، سریع، عاجلی نصیب من بگردان در مقابل اون ظلمی که به من میشه. تکون من غیظی بهی شفا. بالاخره من یه غضبی دارم، یه خشمناکم، من ناراحتم، یک آرامش دلی پیدا کنم. این خیلی مهمه. آره. امام علیه السلام میگن خدایا بتونم یه گامی بردارم و من حنقی علیه وفا، بتونم به تعبیری این ناراحتی و این بغض و این افسردگی و حنق به معنای این کینه است، این کینه و دلتنگی و دلچرکی که دارم این چی بشه؟ این جبران بشه. و این خیلی خوبه. به تعبیر امام علیه السلام درخواست میکنن که خدایا به من توفیق دفاع عنایت بفرما، در مقابل ظالم بایستم، حق ظالم و کف دستش بگذارم. اینا اشکالی نداره. تو دین مبین اسلام به ما نگفتن سیلی زدن اون صورتم بگیر یه سیلی دیگه بزنن. بعضیا تصورشون اینه آقا دیگه اون داره ظلم میکنه، خب ما در مقابل ظلم بایستیم. نه، ما باید در مقابل ظالم نه فقط دفاع کنیم، برزمیم. ما در مقابل ظالم باید حرکت کنیم. ما باید ظالم رو سر جاش بنشانیم. امام جالبه، یه قدم میان جلوتر، یه گام میان جلوتر. اللهم صل علی محمد و آله و عوضنی من ظلمه لی افبک. خدایا او ظلم به من کرده، خدایا منم جبران کنم، منم تلافی کنم، اما منم یه خواسته ای از توی خدا دارم، مظلوم واقع شدم، عفو شامل حالم بشه. انصافاً این دعا رو در حق مردم لبنان بکنیم، در حق مردم فلسطین بکنیم، در حق مظلومان عالم بکنیم. خدایا بندگان خدا چقدر اذیت شدن، توفیق بده جبران کنن، توفیق بده که این اسرائیل خبیث به هلاکت برسه. همه اینا درست، اما خدایا عفو تو شامل حالم بشه و ابدلنی به سوء صنیعه بی رحمتک. اونا بدترین منش رو با من داشتن، او ظالم بدترین برخورد رو با من داشته. خدایا من از تو توقع دارم، من مظلومم، عفو تو، رحمت تو شامل حالم بشه. امام تو قالب دعا میخوان دو نکته رو به ما تعلیم بدن. اگر مظلوم شدی انشاءالله حق تو از ظالم میگیری به جای خود، اما حواست باشه دو هدیه الهی هم داری. نمیگم طالب ظلم باشی، ما اتفاقی میفته. خدا نکرده مردی به خانمش تندی میکنه، زنی به شوهری ظلم میکنه، فرزند در حق پدر و مادر، پدر و مادر در حق فرزند. این مظلوم واقع شد، اثر این مظلوم بودن عفو و رحمت خداست. یعنی خداوند متعال به طور طبیعی طرف مظلومه. کونا للظالم خصما و للمظلومه اونا. امیر المومنین تو وصیت دارن، به حسنین سفارش میکنن چه کنید؟ کمککار مظلوم باشید، یار مظلوم باشید. مظلوم یاری خدا را دارد، مظلوم عنایت خدا را دارد.
گاهی فرد مظلوم واقع میشه، با خدا میجنگه. خدایا چرا من؟ خدای من هیچ کس رو ندارم، خدای من تنهام، خدای من غریبم، خدایا هیچ کس به فکر من نیست، خدایا خدایا خدایا. امام سجاد میگن اینجوری نیست، تو خدا داری، خدا رحمتشو بر تو داره، خدا عفوشو بر تو داره. مظلوم واقع شدی، عفو یعنی بخشش خدا. یعنی چه بسیار گناهانی که انسان مرتکب شده بر اثر ظلمی که به او شده، این گناهان بخشیده میشه. چرا این گناهان بخشیده شد؟ مظلوم واقع شدی، نتونستی از حق خودت دفاع کنی، زورگویی، ستمگری، طغیانگری با تو بد برخورد کرد. بعد امام ادامه میدن فکل مکروه جلل دون سخطک. خدایا هر مکروهی، هر ناشایستی، جلیل به تعبیری دو معنا داره، دو معنای مقابل هم به معنای بسیار بزرگ و عظیم جلیل، هم به معنای کوتاه کوچکه. هر ناخوشایندی، هر مکروهی، جلله یعنی ناچیزه. ناچیزه در مقابل چی ناچیزه؟ در مقابل غضب توی خدا. خیلی جمله دقیقی. من از این یعنی عبارت رو یه بار دیگه بخوانم بعد استفاده کنیم. فکل مکروهن، هر ناخوشایندی، هیچ به تعبیری در مقابل سخط تو، ناخوشایندی تو، در مقابل ناخوشایندی تو، اونی که سخته. الان ببینید ملت عزیز لبنان و وضعیت رو ببینید، ملت عزیز و بزرگوار فلسطین سختی آدم ببینه. اما یه نکته رو غافل نشی، اسرائیل سخط اله، اسرائیل غضب اله رو داره. او غضب اله از همه چیز سنگین تره. یعنی اون سخط اله، اون غضب اله، اون عقاب الهی که بر اینا وارد میشه، ما گاهی فقط ظاهر رو نگاه میکنیم، ما به موضوعات فقط مقطعی نگاه میکنیم، ما میگیم چرا 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 چرا، پس خدا چه کار است، پس خدا چرا کمک نمیکنه. اما سیر عالم هستیه. چی میخواستید بفرمایید؟ عرضم موضوع شما که یه نکته رو خواستم بگم که حالا دوستان اشاره میکنن یا فاصله باید بگیریم برگردیم، نمیدونم حالا قسمت میشه کلا بگم یا نه، ولی اگر اجازه بدین یه تأملی مردم و همچنین حقیر روی فرمایشات شما داشته باشیم و برگردیم و اگه صلوات میرسیم اون موقع عرض میکنم. بفرمایید. خواهش اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. خیلی ممنونم که هنوز اینجا تشریف دارین و دارین دل میدین به فرمایشات آقای کفی. عرضم حضورتون که میخواستم چی بگم، این که من از این تعابیر و فرمایشات امام چهارممون یه نکته دیگه هم به ذهنم میاد، یعنی یه برداشت دیگه هم، حالا شاید بشه برداشت حاشیه‌ای گفت اگرم خیلی عمیق و متنش نباشه، این میاد تو ذهنم، این که ظاهرا هر دوش محل ابتلا و آزمونه. همون جوری که هم ثروت هم فقر هر دوش یه جورایی محل ابتلا و آزمونه. بعضیا رو خدا با ثروت آزمایش میکنه، بعضیا رو با فقر. تو موقعیت قدرتمندی و توانمندی قرار گرفتن و تو موقعیت غیر از این نقطه مقابل این قرار گرفتن هم محل ابتلا آزمونه که آیا تو موقعیت قرار بگیری، حالا شروع میکنی ظلم کردن به زیر دست خودت، حالا توی کشور، توی اداره است، توی خانواده است، میدونی چی میگم؟ بله. و این که تو در موقعیت پایین تر نسبت به او هستی، آیا تو ظلم پذیر میمونی؟ به تعبیر شما میگه حالا این ورم بزن اون ورم بزن، باز این میشینی سر جات میذاری ما بزنه، یا یه مدل دیگه امتحانش اینی که آیا زبان به شکوه و کفر رو اینا باز میکنی که آقا من چرا باید اینجوری باشم؟ اینا انگار هر دوش محل ابتلا. این برداشت عالم بلاست. آره، عالم ابتلاست. هر کسی رو خدا به گونه ابتلا میکنه، مبتلا میکنه، امتحان میکنه. یه مقداری باید ببینیم واقعا وظیفمون چیه تو هر موضوعی. امام در دعا دارن گام به گام وظیفه ما رو حداقل تو
بحث ظالم و مظلوم مطرح میکنن. آره. یعنی تو حق و باطل تو یه جریان واقعا چی کار باید بکنیم ما؟ امام دقیقا دارن بیان میکنن و کل مرزعت سواء مع موجودتک. مرزع یعنی چه؟ یعنی هر مصیبتی، یعنی هر مصیبتی، هر دردی، به تعبیر هر خود مصیبت واژه سنگینی. بله. این چیه؟ این آسانه با چی؟ با غضبت. یعنی خدایا نکنه تو غضب کنی به من، خدایا نکنه تو بغض کنی به من. هر چیزی برای من قابل تحمل الا این. بنابراین یعنی ما گاهی شوکت دیگری رو میبینیم، همان گونه که اشاره کردیم، قدرت دیگری رو میبینیم، عظمت دیگری رو میبینیم. این شورای امنیت، این مثلا آمریکاست، این انگلیسه. اما یه نکته امام سجاد میگن یه لحظه بنگر، این تو عالم جایگاهش کجاست؟ آقا اون موقعی که اینا پیجر رو زدن، خب خیلی ها ترسیدن، ولی حزب اللهی های لبنان، حزب الله لبنان، اونا در عمل اینا نشون دادن که آقا اونی که ما ازش میترسیم، این عملیات های شما و حالا کارهایی که انجام دادید، ضربه هم زد شهید سید حسن نصرالله هم فرمودن، اونی که ما ازش میترسیم خداست. بله. و ما برای اینکه از اون میترسیم مقابل شما اتفاقا ایستادیم. اینه. و اتفاق یعنی اونی که باید ترسید موشک و پیجر و این روش های اعمال ظلم و ستم و اینا نیست. ظالم های تاریخ رو ببینیم، نمرود ها کجان؟ واقعا کجان؟ بله. قارون ها کجان؟ هارون ها کجان؟ یزید و شمر ها کجان؟ یه مقدار اینا رو رصد کنیم، یه مقدار 2 تا 4 تا نگاه میکنیم، میگیم عجب قدرتی، عجب شوکتی، عجب عظمت. اینا رو خدا خیلی حقیرانه هم مثلا با پشه و نمیدونم فلان اینا که خیلی خل دارم پل دارم میشون بله. خیلی بدجور بد زمین زده. آره. ولی خداوند متعال سیر عالمه. اینجا امام میگن دا خدایا غضب تو، خشم تو سراغم نیاد. به تعبیری امیدی به مظلوم میدن، میگن مظلوم اینجا مظلوم شدی اما خدا رو داری. خدا با توست، خدا با دشمنان تو دشمنه، خدا خصم دشمنان توه. این خودش به آدم روحیه میده. بعد امام ادامه میدن اللهم فکما کرهت الی ان اظلم فقنی من ان ازلم. خدای تو بدت میاد به من ظلم بشه، یه درخواست از تو دارم، حفظ کن مرا، نگه دار مرا از این که ظلم. خیلی جالبه. خدایا تو دوست نداری من ظلم بهم بشه؟ یه خانمی تو خونه ظلم بهش نشه اما خودش هم ظلم نکنه، مردی همین گونه، فرزندی همین گونه. ما گاهی عادت کردیم تو زندگی هر که میتواند به دیگری ظلم میکند، مرد به همسر، همسر به فرزند، فرزند به فرزند کوچکتر، همسایه به همسایه، اون دیگری به دیگری. این عبارت تو ذهنمون بیاد. خدا دوست نداره ما مظلوم واقع بشیم. وقتی دوست نداره ما مظلوم واقع بشیم، دوست نداره بغل دستمون هم مظلوم واقع بشه. احسن. هر کسی. خدا دوست ندارد احدی تو عالم ظلم کند و احدی مظلوم واقع شود. آیات قرآن چقدر در مورد ظلم داری؟ خداوند متعال چقدر عذاب عقاب برای ظالم بیان کرده. جدی دست به دعا برداریم. خدای منو حفظم کن، فقنی، خدای نگه دار منو، خدای منو حفظ کن از این که ظالم بشم. الهیام اللهم لا اشکو الی احد سواک. خدای به غیر تو به هیچ کس شکایت نمی کنم. ولا استعین به حاکم غیرک. و از هیچ کس غیر تو کمک
نمیخواهم، نه گلمو به دیگری میگم، نه از دیگری کمک میخوام. یه خدا دارم، حاشا که با وجود توی خدا اینجوری کنم. وقتی خدا دارم، برم جای دیگه. وقتی رب دارم، وقتی اله دارم، وقتی خالق دارم، وقتی رب دارم، برای چی شکایتمو به غیر خدا کنم؟ گاهی تو خونه یه اتفاق میفته، چرا گوشی تلفن رو بردارم به همه آدم زنگ بزنم؟ چرا آبرو ببرم؟ من اگه فرصت باشه یه خاطره‌ای بگم و تمام کنم. یه آقایی میگفت یک از شهرها یه کسی به من سیدی زد. من به هیچ کس نگفتم که غیبت نکرده باشم. مثلا من الان برم بگم که فلان به من سیدی زد، خب عیب دیگری رو گفتم دیگه. ایشون میگفت که من به احدی نگفتم که غیبت نکرده باشم. او خودش رفت همه جا رو پر کرد، گفت امروز مثلا زدم تو گوش شیخ اصفهانی، تو گوش فلانی سیدی زدم مثلا. ایشون میگفت همین جریان سبب شد ما تو اون شهر محبوب شدیم. عجب. و مردم اون شهر درخواست کردند که من اونجا بمانم و بالای 40 سال تو اون شهر ماندن و تبلیغ دین کردن. گاهی انسان میگه به غیر خدا ظلمی که در حقم شده نمیگم و همه چی خدا، همه چی از خدا، فقط از خدا کمک میجویم و فقط با خدا سخن میگویم. بله، خیلی خیلی ممنونم استاد، دست شما درد نکنه، مثل همیشه از بردیم. عوامی ندارین؟ سلامت باشید. اجرتون با صاحب این کتاب شریف انشاءالله که بتونیم زنده باشید. الهی که دلشون رو به دست آورده باشیم تو این جلسه. البته همچنان جلسه‌مون ادامه خواهد داشت. شنبه هامون در محضر صحیفه سجادیه یه لبخند رضایتی به لبان حضرت زینت عبادت کنندگان نشسته باشه و بنشینه دنیا و آخرت بر اون بسته. انشاءالله که اتفاق بیفته به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. خیلی ممنونم که دل دادید به برنامه خودتون تا پایان. مراقب خودتون باشین. التماس دعا یا حق. خداحافظ.